سلام به دوستان خوب و عزیزم. برای آموزش غذایی امروز میخوایم یه غذای کوبایی، یه مرغ کوبایی بهتون یاد بدم که بهش میگن مرغ موهو. این مرغ موهو باید با این وسایلی که میبینین اول مزه دار بشه. حالا این وسایلی که دارم چیه؟ خب اول با مرغ شروع میکنیم که 4 تا بالارون مرغه. دیگه عزیزان میتونین بستگی به اعضای خانواده‌تون اینو زیاد و کمش بکنیم، ولی من 4 تا بالارون دارم. بعد از اون یه دونه آب نارنج دارم. ببینیم بچه ها، اینو من از فروشگاه مواد غذایی خریدم، ولی آب نارنج دیگه. خودتون اگر که آب نارنج در دسترس داشته باشین خب خیلی بهتره. اگر که نزدیک جاهایی هستین که دوستان عزیز کوبایی زیاد زندگی میکنن، اینو حتما توی سوپرمارکت ها میفروشن. به هر حال آب نارنج هر جوری که میتونین تهیه بکنین. بعد از اون لیمو داریم. حتما باید لیمو سبز باشه. حالا میتونه لیمو سبز بزرگتر باشه، ولی بهش میگن لان و لیمو سبز. برای اینکه یه ذره ترش‌تر از لیموهای زرده. چند حبه سیر داریم. من 3 تا دارم. شما میتونین بر حسب ذائقه‌ای دیگه اینو کم و زیادش بکنین. دوستان یه رنده از پوست لیموها میگیریم، یعنی اینا رو بهش میگن زست دیگه. زست لیمو میکنن. من اونو خودم قبلا انجام دادم، پودرش کردم، نگه داشتم. اینه که از پودرای خشک خودم استفاده میکنم. خب بریم سراغ نمک و فلفل و ادویه هایی که میخوایم بهش بزنیم. اول با زیره شروع میکنیم. 1/2 قاشق مرباخوری زیره دارم. نمک و فلفل به اندازه کافی دیگه عزیزان. من نمک دوست دارم که کم نمک باشه. اینه که نمکش خیلی نیست، ولی نمک و فلفل هر جوری که دوست داشته باشیم. و بعد 1 قاشق کامل غذاخوری آویشن دارم. همجوری که میبینین سبزیام پاک کردم، درست کردم. گیشنیزه، این سبزی گیشنیزه، از شب قبل تمیز کردم. یه بسته گیشنیز در واقع گفتن که 1/4 پیمونه بشه. خب بریم عزیزان اینا رو ما با هم دیگه. و پیاز، یه دونه پیاز دارم که این پیازو البته خورد نمیشه با این چیزا. همینجوری که میبینین، همینجوری که خوردش کردم، این با مرغ میره که مزه دار بشه. ولی بقیه چیزا رو الان میرم لیمو رو آب میگیرم، اینا رو خورد میکنم با سیرا و آب ساور اورنج یا نارنجمون قاطی میکنم و سسشو آماده میکنم و بعد میریزیم روی مرغا که مرغا رو بذاریم که مزه دار بشه. پس بریم که ببینیم چی کار. خب دوستان اومدیم به مرحله دوم. الان مرغا آماده است. مواد رو همجوری که میبینیم با هم دیگه قاطی کردم. میریزم روی مرغا و پیازا رو هم میریزم روش که بذاریم برای مزه دار شدن. و این مواد رو میذاریم بمونه تمام نزدیک 8 ساعت، یا اگر که دوست داشته باشین شب تا صبح بذارین که مزه دار بشه. و پیازا رو هم میریزیم روش به همین سادگی و درشو میذاریم و حسابی میذاریم که مزه دار بشه. خب عزیزان باید مطمئن بشین که حتما همه جاهای مرغا با این سس خوشمزه گرفته شده که قشنگ مزه دار بشه. من اینو میبرم میذارم تو یخچال و ثبت میکنم به اندازه 7-8 ساعت. بعد در میارم و بهتون نشون میدم که مرحله بعدی چجوری اینا رو بذاریم توی آون و بپزیمش. خب پس تا مرحله بعدی خدا نگهدار. خب عزیزان اینم از مرغای ما که الان 24 ساعته که توی یخچال مونده. اینا رو ترانسفر میکنم به ظرفی که میتونم بذارم توی آون. میخوام یادآوری بکنم که من یادم رفته بود بگم
مایه‌ای که بهش میزنیم که بخوابونیم روغن هم لازم داره. اینه که به اندازه نصف لیوان یا نصف پیمونه بهش روغن معمولی زدم. حالا هر روغنی که دوست داشته باشین، روغن مایه اینا، من روغن آلیو اویل زدم. خب اینا رو میچینم و میذارمش توی فر. درجه حرارت فر رو 350 درجه فارنهایت گرم کردم و نزدیک 35 تا 40 دقیقه میذاریم که این مرغای ما قشنگ پخته بشه، برشته بشه و این آبی هم که توشه خیلی خوشمزه است. حتما استفاده میکنیم. میریزیم روی مرغا و ببینیم چی کار میکنیم. پس دوستان اینو میذارم توی فر و جوابشو بهتون نشون میدم فعلا تا مرحله بعدی. خب عزیزان اینم نتیجه آخر کار. خیلی خیلی خوشمزه شده، آبدار و عالی. همسرم هم خورد و گفتش که خیلی خوبه. انشالله که درست بکنین، لذت ببرین و راضی باشین. فعلا خدا نگهدار.